حالمون خوب نیست. نه از یک لبخند گرم تو مسیر خونه خبریه، نه از یک آغوش صمیمی توی خونه. کی به ما یاد داد فقط تحمل کنیم به جای این که واقعاً زندگی کنیم؟ میخوام بفهمم چرا اینقدر خسته‌ام. ریشه این دلگرفتگی ها از کجاست؟ میخوام حالم مثل روزهای ساده قدیم خوب بشه. یعنی میشه؟ من همون دختر مستقلم، موفق، باهوش، پرکار. اما چرا هر بار یه آدم اشتباهی وارد زندگی میشه؟ چرا رابطه هم یا ناپخته است یا آزاردهنده؟ نکنه باید نگاهمو عوض کنم؟ نکنه لازم اول خودمو واقعی تر ببینم تا کسی بیاد که واقعا منو ببینه؟ تا حالا با چند تا دختر رابطه داشتم، انقدر زیاد که حتی چهرهشون یادم نیست. اما هر کدوم یه مشکلی داشتن. حالا نمیدونم من سختگیرم یا اونها مشکل دارن. کی قراره من دختر دلخواه خودم رو پیدا کنم؟ چه تو من هست که کار نمیکنه؟ چی باید تغییر کنه تا رابطه هم پایدار بمونن؟ سالهاست رابطمون سرد شده، نه شور و شوقی مونده، نه هیجانی. حتی دلمونم برا هم تنگ نمیشه. میشه دوباره اون روزای اول برگرده؟ همون حال و هوای عاشقانه، اون انتظار شیرین دیدار. میشه دوباره عاشق هم باشیم؟ دیگه خستم از این همه دعوا و فریاد، از جر و بحثای بی پایان، گیر دادنای الکی. چرا دیگه حرف همون نمیفهمی؟ من یه چیز میگم، اون یه چیز دیگه برداشت میکنه. میخوام جدا بشم ولی هنوز دوستش دارم. آیا راهی هست که این دعواها تموم بشه؟ من چیکار کنم که برگردیم به زندگی عادی؟ امان از دخالت‌های پدر و مادرش، خواهر و برادراش، پدر و مادر خودم، اطرافیان، همشون. مادر، پدر، خواهر و برادر عزیزم، لطفاً در زندگی ما دخالت نکنین. به حریممون احترام بذارین. ما با هم خوبیم اگه اجازه بدیم. ولی میترسم ناراحت بشین. نمیدونم چطور جلوی این دخالت‌ها رو بگیرم. چیکار کنم؟ ما سالها رفیق بودیم، با هم کار کردیم، سختی کشیدیم، موفق شدیم. بهت اعتماد کردم، سرمایه و آینده خانواده‌مو سپردم بهت، اما همشو بالا کشیدی، سرمو کلاه گذاشتی. حالا من باید تو خیابونا دنبال تو بگردم. چرا اعتماد کردم؟ راه درست چی بود؟ چطور باید رفتار میکردم که این اتفاق نیفته؟ همه از من توقع دارن. همسرم، بچه هام، دوستام، همکارام، حتی پدر و مادرم. میگن این کارو برام میکنی؟ جوابم همیشه بله، چشم. چرا این همه توقع؟ چرا هر کاری میکنم دیده نمیشم؟ چرا خواسته هاشون تمومی نداره؟ خستم، واقعا خستم. چرا نمیتونم نه بگم؟ چطوری میشه نه بگم بدون اینکه عذاب وجدان داشته باشم؟ میشه؟ سال هاست میخوام یه کاری رو شروع کنم، یه کسب و کار، یه رژیم، ورزش، حتی تشکیل خانواده. اما همیشه یه چیزی مانعم میشه. انگار انرژی ندارم، جون ندارم. همیشه میگم بعدن. نمیتونم چی توی درونم داره انرژیمو میخوره. چطور میتونم دوباره نیروی حرکت و تلاش رو پیدا کنم؟ همه خواستگارامو رد کردم. یکی دماغش بزرگ بود، یکی شبیه کلاه قرمزی، یکی مثل پسرخاله. هر کدوم یه ایرادی داشتن. سالها گذشت و من هنوز تنهام. دلم میخواد ازدواج کنم، بچه دار بشم، اما فقط کار کردم. کار. دارم پیر میشم و این فکر مثل خوره روحمو میخوره. چی باید تغییر کنه تا سخت نگیرم و زندگی رو باور کنم؟ همش اخبار بد، جنگ، کشتار، ورشکستگی، فقر و بیپولی. استرس و اضطراب خانوادم لحظه‌ای رهام نمیکنه. چطور میتونم این همه فشار رو مدیریت کنم؟ خونه دارم، ماشین دارم، پول دارم، کار دارم، اما همش نگران آینده‌ام. آینده.
نگرانی از آینده داغونم کرده، نمیذاره لحظه ای در آرامش زندگی کنم. چطور میتونم آرامش پیدا کنم؟ چطور میتونم آرام باشم؟ مامان و بابام بین من و خواهر و برادرم فرق میذارن. انگار من رو نمیبینن. انگار اصلا وجود ندارم. اونا هرچی بخوان دارن، پول، ماشین، آزادی، اما من نه. خیلی عصبانیم. چطور بهشون بفهمونم؟ منم بچه‌شونم، منم از پوست و خون و قلبشونم. منم آدمم، منم بخشی از این خونم. چطور باید بگم که واقعا اثر کنه و بازی رو تغییر بده؟ دیگه هیچ کس منو درک نمی‌کنه. چرا حرفامو نمیفهمن؟ نه زن و بچم، نه دوستام، نه همکارام. حتی تو خیابون هر جا میرم دعوام میشه. باید داد بذارم تا بفهمن چی میگم. همیشه اوقات تلخی، همیشه دلخوری. چی کار کنم؟ باید چه تغییری کنم؟ چطور باید حرفمو بزنم که منو بفهمن و درکم کنن؟ وای خدایا، چرا من الان اینجوریم؟ چرا اون چیزی که میخواستم باشم اینقدر دور از منه؟ چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ چطور رسیدم به اینجا؟ نه رشته تحصیلیم باب میلمه، نه کارم، نه حتی همسرم، نه هیچ چیز. چطور میتونم اینها رو تغییر بدم؟ تصمیم درست چیه؟ خدایا چرا جواب نمیده؟ کلافم پر از خشم، عصبانیت و اضطراب. میخوام منفجر شم، میخوام کلشو بکنم، اما همزمان غمگینم. هزار تا فکر توی سرمه. نکنه دیگه منو دوست نداره، نکنه داره بهم خیانت میکنه، نکنه میخواد ولم کنه، نکنه. این روزا حس میکنم مثل یه بشکه باروتم، یه بمب متحرک که با کوچکترین چیز منفجر میشه. بعدشم پشیمون میشم، اما نمیدونم چرا صبر و تحملم اینقدر کم شده. این خشم و عصبانیت دائم رو چیکار کنم؟ راهی هست که آروم بشم؟ ما یه تاریخچه قشنگ داشتیم، یه دوران خوب و پر از خاطره های شیرین. تو بهم قول دادی که کنارم میمونی تا آخر عمر. اون همه وعده دادی، اما اینطوری ولم کردی. غم و قصه داره خفم میکنه. چرا نمیتونم خاطراتش رو از سرم بیرون کنم؟ من چی کار کردم که حقم این بود؟ چی کم داشتم که از چشمش افتادم و رفت با یکی دیگه؟ حالا باید چی کار کنم؟ چرا انقدر خجالتیم؟ چرا نمیتونم تو چشم کسی نگاه کنم؟ چرا تو جمع اضطراب و استرس میگیرم؟ 2 کلمه حرف زدن برام سخت شده. انگار قلبم میخواد بیرون بزنه. دلم میخواد تو جمع پذیرفته بشم، دوست داشته بشم. چی کار کنم این حسا درست بشن؟ از کار اخراج شدم و حس میکنم دنیا به آخر رسیده. شاید سال هاست گوشه خونه افتادم، ناامید از همه چیز. دارم فکر میکنم چطور عزت نفسم و اعتماد به نفسم رو دوباره پیدا کنم. چطور یک کار جدید و بهتر شروع کنم. آینده خانوادم چی میشه؟ قسطا رو چطور پرداخت کنم؟ چطور میتونم به روزای خوب گذشته برگردم؟ چند تا رشته خوب و مکمل خوندم، سمینارای چند صد نفری برگزار کردم، کتاب نوشتم، سالهاست محتوا تولید میکنم. کلی آدم از حرفای من یاد گرفتن و موفق شدن. پر از استعدادم، اما هنوز به جایگاه واقعی خودم نرسیدم. طعم موفقیت واقعی رو نچشیدم. اشکال کار کجاست؟ آیا خودم رو خوب میشناسم؟ آیا میدونم چطور باید از استعدادها درست استفاده کنم؟ یک روزی خانواده ما پر از خنده و صمیمیت بود. بچه ها با هم بازی می کردن، ما کنار هم غذا می خوردیم و شبهای بلند یلدا رو با عشق و شادی می گذروندیم. اما حالا هر کسی تو اتاق خودشه، سفره ها جدا، دلها جدا. هر حرفی به دعوا می کشه. هیچ کس حال خوبی نداره.
انگار چراغ این خونه خاموش شده. اما واقعاً میشه دوباره اون روزهای گرم و روشن برگرده؟ میشه بچه ها دوباره کنارمون بنشینن، بخندن، بغلمون کنن و عشق رو به این خونه بیارند؟ میشه دوباره چراغ دل این خونواده روشن بشه؟ سال هاست میخوام مهاجرت کنم. دلم میخواد برم پاریس رویاها، امریکا، کانادا، آلمان، استرالیا، اما نمیتونم. انگار یه چیزی از درونم نمیذاره. اما من بالاخره رفتم، مهاجرت کردم، به همه خواسته هام رسیدم، اما حال خوب نیومد. انگار آسمون همه جای رنگه. نمیدونم چطور زندگیم رو زیبا با معنی و رنگارنگ کنم. چطور بفهمم خواسته و نیاز اصلیم چیه؟ چطور خودم رو بشناسم تا تصمیم درست بگیرم؟ خودشناسی یعنی دیدن خود در آینه تصمیم، در دل بحران و سختی. وگرنه در زمانهای آسودگی تصویر ما از خویش اغلب یک خیال آشناست. اگر داستانهایی که شنیدی یا زخمهایی که در سکوت همراهت بودند و ده‌ها موردی که در این مجال نمی گنجه شبیه زندگی توست، اگر با خودت گفتی چرا رابطه هام تکرار میشن، چرا با این که تلاش میکنم آخرش خستم، دلسردم یا پر از خشمم، اگر تو دلت گفتی شاید وقتش از خودم شروع کنم، از شناختن خودم، فهمیدن نیازهام و ساختن رابطه‌ای سالمتر با خودم، با دیگران، خانه نصرت جایی است برای همین آغاز. ما اینجا نصیحت نمی کنیم، درس هم نمیدیم. با هم کشف می کنیم، تمرین می کنیم و تو خودت رو دوباره خواهی دید در کنار کسانی که مسیر رشد رو رفتن، با تمرین هایی ساده، عمیق اما کاربردی و فضای امن برای بودن، شنیدن، شنیده شدن و رشد کردن. هر آن لحظه شروع است. اگر آماده‌ای برای تغییر، همین حالا قیام کن و قدمی برای حال خوب خودت بردار و سفرت رو همراه ما شروع کن. خانه نصرت جایی است برای بازگشت به خود. قصه پروانه ببین، اسیر مشت بستم، از این همه پرسه زدم، کوچه به کوچه خستم. تو لحظه های بی کسی اسیر ناباوریم، تو خواب خالی جنون یک عکس خاکستریم. توی این ثانیه های بیرمند، لحظه های آبی تو حروم نکن. این روزا ابری خاکستریه،
شبای آفتابی تو حرام نکن. بگو خورشید از کدوم بردر اومد که تو مثل قصه رویایی شدی. ماهی زخمی پاشوره حوض کیو خواب دیدی که دریایی شدی. برای من که رفیق سفرم مرهم زخمای خستگی تویی. برای من که غریب جاده ها آخرین همدم خونگی تویی. از رو گل برگ گلای کاغذی عشقامو با دست آلوده بچین. منو تو آینه ها شستشو بده تو چشام حادثه عشقو ببین. مثل یه پروانه ببین اسیر مشت بستم. از این همه پرسه زدم کوچه به کوچه خستم.